ما توی این مملکت دیگه عادت کردیم یه قیمتی میره بالا، دوست داریم با چماق بیاریمش پایین. دستمزد کارگر پایینه، دوست داریم با چماق ببریمش بالا. یکی میره سکه معامله میکنه، دوست داریم با چماق جلوشو بگیریم. آقای پزشکیان رو دیدید این ویدیوشو دیگه. هر کی میتونه مشکل مردم کشورمون رو حل بکنه ما دستشو میبوسیم. این کمک آقای پزشکیان، دست نزنید وقتی که آقای عراقچی میاد میگه که مکانیزم ماشه و برگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیر اقتصادی آنچنانی نمیذاره. در بهترین حالت کوچک‌نمایی میکنه و در بدترین حالت داره دروغ میگه. همه اون تلاش‌هایی که در 15 سال گذشته شد داره از بین میره. اگر ایران به عنوان عنصر تهدید کننده شناخته بشه دیگه همه کشورها موظف میشن که در حمله مشارکت کنن. بابک زنجانی فردی که با اتهام یا اعلام جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام میشه، چطوری با پرداخت کردن بدهیش آزاد میشه؟ شما اگر یه دونه گربه پیدا کنید که برای رضای خدا موش بگیره به من معرفیش کنید.